بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی و درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. ساعات از آغاز یک شب دلتنگی و ناامیدی تا هنوز گذشته است و اینجا و در کنار این جاده زیر آسمان تاریک پیرمرد در حال نیایش با خداوندش است. این پیرمرد بیش از 10 روز می شود با همراهش در کنار این جاده در شهر کابل شب و روز را زیر این آسمان می گذرانند. هر دو کفاش هستند و از این رو برای خانواده های آوارهشان گاهی موفق به دریافت نفقه با آنها می شود و گاهی هم نمی شود. آوارگی و بدبختی این روزگار این پیرمرد را با جمع از اعضای خانواده‌اش آواره ساخته است. خودش زیر این آسمان شب و روز را سپری می کند و کودکانش هم در منزل یکی از اقاربش به سر می برند. سلام علیکم. کاکا خوب هستی جان جور صد خوب بخیر. چی میکنی در این نصف شب اینجا چی میکنی؟ بس جان چه کنیم وانا خب عزیزم اینجا یک 4 ماه کرایه خانه باقی بودیم قرضدار شدیم مطلق از خانه گفت 1 ماه 2 ماه 3 ماه دیگه چند پشت کار سیاست یک 6 دختریم از کلانی 13 ساله است او را بردیم قدیم مادرش هم مرده یک 3 ساله بچه یک 4 ساله یک دیگه یک بیچاره دیگه هم بود اورم کشید مرم کشید. چرا؟ دیگه 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه ما با اینمی حوصله داریم از زیاد نداریم دیگه میبراین براین یا نمیبرن که ما از همینجا براین بخیم. ما مجبور شدیم خانه سیاست را در خانه از بردیم اونجا جای نبود یک چند روز که تا کرایه میراه پیدا شده گفتم اینجا ماندیم 2 نفر و یک نفر دیگه رفت وضو میکنن. حال شب هم اینجا خواب هسته؟ شب اونجا جای نیست نه. خب میان خانه داره باجه ماست بیچاره موام یک میسابه دیگه اون سیاست را جای میشه و بس. برای دریافت کمک به اعضای خانواده هایشان این گونه خواستار کمک شدند تا حداقل برای اعضای خانواده هایشان زمینه زندگی را فراهم سازد. بیش از 4 ماه از کرایه خانه‌اش باقی بود و بالاخره این گونه از آن منزل آواره می شوند. مسجد اونجا کلی مردم جمع کرد. گفت بیادر 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه از 4 ماه ما زیاد دیگه حوصله ما نیست. اون کشید مارم کشید. این خانه از بیادرم از بیادرم شهید شده بیادرش یتیم است ما خانه زیر کرایه میتیم چی میتیم برش قرض زره میتیم دیگه گفت ما هم سرمایه دار نیستیم گفتم خانه دا بود. حال استکار کجا رایی کردی؟ استکار خانه پیش خانه باجی هم است باجی بود. دمی 9 روز کس کدت کمک کردن؟ والا از یمیش میگردین دو تا گوشت پیدا میشه چیز دیگه کمک. روزکی موچیگری هم میکنی؟ موچیگری خانه باید میکنیم. داداشی هم داریم کم چیزی میزی پیدا شد. وقت بود در کارخانه که کلچه بود و بیچاره داریم طالبا کمر بند شد. اونا رفتن خانه و پوش سر یک ذره دوستی خانه وکیل بود یک اشغال مشغالشون یک 50 روپیه اونا میبودن در کسر. این سینان در خانه مازار رفتم سینان هم نان خوش پیدا میشه دیگه شباز میبودن بلند. اینا هیچ و هم رفتن
اشغالا ازام رفتم خانهش خالیست وکیلا و چی هم او کارخانه هم بند شد، یعنی تا که او بیچاره بیه بس. از خانه مال کل چیز کشیدی اونجا بسته کردم و گفت که یک خانه تو بیا اینجا پرتو می مردم تو رو نمیمونه شما بیاید و بیچاره دیگه برو خانه سیاسرا را خانه خشار آورد کردی. گفت دیگه اونجا گزاره بکن که بس تا یک کرایه مده یک چیزی میز پیدا شد بلند یک خانه مونه. شش دختر ما هست، یک دختره که بیادر ما آمده وطن شهید شده رفت، یک بچه 3 ساله 4 ساله، یک بچه از برادر ما و هم 1 4 ساله است. این 10 اشتک است قدیما خانه ما فوت کرده، ما هستم 10 اشتک یعنی کراچی و این زدن میکردن. در موچگیری 90 رفت کار کردیم، ما نانم پورا نکرد. رایی که میره گفت برو نان ببر ولی بیچاره میه. خانه ما اینجا نداریم، در وطن هم رفتن نمیتونیم، اونجا هم چیزی نمانده. از پاکستان که اینجا آمدیم از آزاد کشمیر آمده بودیم، کار مهاجر کار نداریم، حکومت هم قدیما کمک نکرد. این حکومت این وقت خوب بیخی شما میبینید که چه رقم است، خودشان بیچاره نان بولانی میخوره، بعضی وقت که میبینیم از کرای طالب امارات. ولی از چی کنه خدای پاک کنه که یکان آرامی خواهد یک کار بارم شروع شد که ما دیگه اگر بباره دما غریبام یک چیزی کار پیدا شود، پیرداری یکان چوکیداری یکان چیزی پیدا شود که موظفه می 10 نفر رشته ما پیش ببریم. تو اینمی تو هستیم، یعنی این تفلگاره این یارم ما که میبینیم جگرم خون میشه که خدا مولادای ما رو بلای در پوشش در بیرون خو نبره. از مردم تقاضای کمک دارد و با این حکایت از جایگاه کمک میگویند. والا از مردم تقاضا داریم که قدم غریب بیچاره خود کمک کنه. خدای پاک میگه رسول خدا وقتی که در مدینه شریف که صحابه کرام آمد، همه مردم مدینه میگه کسی که یک خانه 2 خانه داشت، یک خانه خود داود داد، کسی که یک سیر گندم داشت غریبایش امیرای خود سرما میگه کسی که در این وقت کسی قدش کمک میکنه. همین علمای کرام میگه بیچاره مثل که صحابه کرام قدش قتی مدینه شریف کمک کرد قتی پیغمبر خدا. خب ما خو مجبور هستیم با یک مسافری یک طرف تنهایی یک طرف، این خانه نداریم، کاروبار اینجا پیدا نمیشه، این مجبور هستیم این میجا ششتیم. کاش که یکان کاری پیدا شد، کاش که پیرداری چوکیداری یکان چیزی پیدا شد برای ما مردم که کار کنیم. میگوید با این کسب و کارش نمیتواند حداقل نان خشک برای اعضای خانواده‌اش را آماده کند. حال خازم هم یک کرایه خانه شده که معمولی یک خانه را میگه چند 4000 3000 که او برق داشته باشه این رقمی میگه، بی او برق گزاری ما نمیشه. چطور کنیم؟ ما پورا نمیتونیم مورد اینجا. این بیکاری هم الا کدام 30 نان اشتکاره تا بیگار میزنیم 30 نان خشک شیلا پورا میشه. گاهی 4 نان، گاهی 3 نان، گاهی 5 نان از نانبایی قرضدار میشم. اونجا که ما در کرایه بودیم نانبایی آرام از اون 2700 روپیه ما قرضدار شدم. مردم غزنی بود بیچاره غریب پرور مردم بود. برو بابا گفت هر وقتی که پیدا کردی باز بیا دیگه این 3700 روپیه از زیاد دیگه ما قرض داده نمیتونیم. مردم هم بیچاره و هم در بدر هستند. این مردم ما شما دکاندار و خانواده‌اش هم بعضی مردم غریب هستند، مجبوری است دیگه. 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه دیگه چقدر برای ما برداشت. راست میگم. از جایگاه صدقه و کمک به نیازمندان میگوید که سبب خوشبختی دنیا
و آخرت هر انسان می شود. بهترین عمل نزد خداوند، بهترین نیکی خدمت به مخلوق خداست. ما گفتیم مولای ما میگه نماز، روزه، حج گفتو در مقابل جنت است، ولی کسی اگر دست یک غریب بیچاره را بگیره زندگیش راحت کنه خدا از او میشه. خدا که از او باش شود دنیا را به قدمش میپرته و آخرت هم به قدمش میپرته. این دنیا را برای جنت میکنه، او دنیا را کسی باشه و عبرت بگیره. یعنی ما مردم هم یک وقت مال داشتیم، دارایی داشتیم، دیگه داشتیم، وانا خدا حال غریب کنه. چطور کنیم؟ زمین هم از پیش ما رفت، جای هم از پیش ما رفت. زندگی دنیا خواب است. یعنی 60 سال عمر ما تیر شد، من خود نفهمیدم. از صبح روشن الی شام تاریک این گونه در این سن و سالش با زندگی مبارزه می کند و برای خودش فخر می داند. این گونه همت داشتن را همراه این روزگار تلخش است و مانند این پیرمرد و حتی سخت‌تر از او حکایت می کند. می گوید اعضای خانواده‌اش را در 3 خانواده تقسیم کرده است تا از این گونه آوارگی نجات بیابند. چی کاروبار؟ موچیگیری و بیادر حال شو باید اینجا خواب کنیم؟ چرا خانه؟ خانه ندارم، خانه ما دکرایی بود، دور مقاطعه نکشید بلتیر شد. در پیش خورم از 2 مقام خانات ندارد جای بشه. 2 تا بچه پیش همیشه 2 تا پیش خالش مادرشون هم پیش خورش این بیچه توضیح کرد، از ما خوب است یک جای است. یعنی از اثر مشکلات بیخانگی فامیل تید کردی به خانه خیش خواب و خودتان شو اینجا خواب همی 2 نفر از این دیگه فامیل است از تو دیگه؟ نه ما سکوپی ساسم مرد بغلان است. آرزوی یک پدر و سرپرست خانواده‌اش را این گونه می گوید. همه آرزو داشتیم که در سر درخان باشیم، اولادایم در گردم باشه. هر کس می‌کنه. دیگه چیزی مشکل نداشته باشه. دیگه مشکلات پیش میشه. وقتی که تفلکای دیدی که گریان کردن خودت چرا آدم خصوصا احساساتی میشه دیگه، نمیشه که همین چند روز پیش 2 تا یک هفته مکتب نماندم که برای بود نداشتن، کتابچه و قلم نداشتن، تا اینجا یک ذره کار کردم که برشون یک جوره بود قلم تهیه کردم، دوباره مخالش میبره و میاره دیگه. چند روز میشه اینجا شما خیمه زدید؟ 9 روز میشه نه؟ 9 روز 10 روز میشه کسی. تا حالا کسی آمده به کمکتان؟ نه کسی نامده کمک تا حالا همون یک کدام تا یک 50 روپیه 100 روپیه 20 روپیه داده دیگه توری به کمک کسی نامده. فرزندان خودش را با فرزندان کسانی که سرمایه دارند مقایسه می کنند. دیر میشه بعدم توکل ما رو به خدا میکنیم دیگه. هر چی که رضای خداست ما میگیم که تا اولادای ما یک چیز درست به جامعه تحویل بدیم. عمل بچهای مثلا ما که پیسه دارن به چی ناز نعمت خو میتن. مگه ما نمیشه که ما به چی حالت هستیم، اولاد ما به چی حالت. یک هفته نتونستم که مدرسه برم و درس قرآن شریف. پیسه فیسشان نبود که فیس نبرین نبینید. نموندن بازال 100 داد گفتم بده فیسشان که برن مدرسه درد بخورن. اینمیست که اولاد غریب بی سواد میمونه، از چیز میمونه، از فقر میمونه. و اگه یک کار بدم شد میگه بچه فلانی فقیر بود کار کرد. نمیفهمه که بچه فقیر و پیسه از کجا بیاره که به یک جایی برسه.
پروردگار شما را هم قرضا کامیابی دنیا و آخرت نصیب کنه. یک بیچاره کمو که پیش از او بود حال خود بیچاره این حالت خراب شده اما کمک هم بند شده. این نمیاره برای مردم عرض دار میگه از خیرتان پروردگار به هر روپیه که میتان اجر عظیم خداوند برای شما بیتیه. قدیم برادرای مسلمان غریب بیچاره خود یک دستش بگیریم شاید شب و روز به سر ما تیر شود. توکل به خدا. خودت بازکر و چی کار میکنی؟ من خودم اینجا موچیگری میکنم. اینجا موچیگری و شب اینجا خواب میشیم. از فرهنگ و اخلاق هموطنانش در مقابل این کارشان این گونه صبر دارند. یعنی نصف مردمی که سواد داره و هم کور شدن دیگه. دیگه سعی میکنن تیر میشن. یکم توش خندی میکنن، یکم توش مسخره میکنن. هرچی ما تحمل میکنیم چیز نمیگیم خیره تیر میشه این روزا. به خاطر اولادم مجبور هر سختی که باید تحمل کنیم. جاوید جان اکبری و بابی جان که از لندن برای ما 16500 روان کرده بود، 8000 افغانی شد، 4000 به می دو هموطن ما میده. پیسه باقی مانده شم 8500 شد. برنامه بعدی انشاءالله باز برم برنامه دیگه میرسانیم. 1 2 3 4 4000 از خودت که 4 خدا قبول کنه. خیر بگید شما هم تشکر میکنم. الله امین. هر پیش را خداوند بدون جور کنه. الله امین. الله امین. شما رو خدا خیر بده. کمک میکنین خدا. جای کسی قضیه کار میکنه. شما زحمت کشید، زحمت میکشید. الله امین. بیماری جسمانی روحانی از جان ازاد دور کنه. جان جسمانی روحانی برش نصیب کنه. الله امین. به اتفاقی را همراه هر کس که سر میخوره از بینشان بالا کنه اتفاق اتفاق پرت کنه. از شر یک دیگر نجات به ذریعه خیر و عافیت بر یک دیگر بسازی. از بلاهای قضای زمینی آسمانی به حفظ امان خود نگاه کنه. به دنیا خدا اگر خزانه تو کمی نمیاد تو دارا و غنی و سخی هستی. پروردگار عالم به هر یک روپیه زیاره از خزانه غیب لاک روپیه از خزانه غیب برش عوض بدل بیتی. یار دارا عزیز کرم دارا غنی سخی مددگار به غریبای مستحق بگردانی. دعای نیک غریبای مستحق نصیبشان کرده. قبول درگاه خود کرده. کامیابی پیروزی دنیا و آخرت نصیبش کنه. هر مشکل گرفتاری خداوند درشان عزت باشی. بر ما یک دعا کنین که ما شما رو خدا خیر بده. شما رو جان جور بده تا نه. جان جوری سیادتانی برتان نصیب کنه. کامیابی پیروزی سرفرازی برتان نصیب کنه. و همیشه دست غریبا و بیچاره را گرفتین. خداوند خیرت بده. خدا شما را قوت و همت بده. پروردگار عالم غریب بیچاره مستحق دستش بگیرید. پروردگار عالم دعای از یار پروردگار خدا دعای نیک از یار نصیبتان کنه. قبول درگاه خود کنه. کامیابی پیروزی دنیا و آخرت نصیب شما میکنه. از لطف شما است که کل ارتباط در بین ما و غریبا و از مالدارا و سرمایه‌دارای نیکبخت میشیم. که خدای پاک دعای ما را میگه دعا قبول میشه. تقدیر تبدیل میکنه. دعا است که بیادر دعای فقیر و دست سابق مردم میگفت 20 سال پیش 30 سال پیش ما مردم نمیفهمیدیم. میگفت که همین دعا که است تقدیر تبدیل میکنه. اگر تقدیر تو بالکل بدبختی باشه یک غریب بگه پروردگار اگر نه تقدیر غیر خدای پاک کسی تبدیل نمیتونه. ولی دعای غریب میگه تبدیل میکنه. پروردگار این دنیا را برای جنت کنی و دنیا پیش خدا کم سختی داره. این دنیا را در قدمت میپرده. و دنیا بله کسی که مال حلال داره زکات میته حج میره بچهای خدا زن میته بیادر دیگه میکنه خوب میخوره خوب میشم کمکش برای مردم میرسه. این دنیا برای جنت است. و دنیا را خدا بس برای جنت به دعای غریب بیچاره جنت. توکل ما به خدا. دوستای عزیز 8 شب است. بعضی هموطنا که ما را در شهر بازار میدیدن میگفت شما چرا نرفتین خارج. ما گفتیم ما یک وسیله خیر هستیم. اما پولایی که شما روان میکنین این هموطنای ما که تا نصفای شب در بیرون به خاطر بدبختی بیخانگی بیچارگی زندگی میکنن. کسی شوهرش نیست، کسی یتیم، کسی بیوه، کسی بیچاره، کسی کرای خانه نداره. به او خاطر ما اینجا ماندنی شدیم تا وقتی که قسمت ما بود زنده بودیم نفس در تن ما بود. ما انشاءالله در کنار هموطنای ما هستیم و شما هم فراموششان نکنین. هر کسی که کمک میکنه ما در خدمت هستیم.
شب و روز بر ما متا نداره. فقط هدف ما است که کمک شما بر یک 4 مسکین بیچاره برسه که ثوابش بر ما برسه. اینمیال 8 شب است، نه ما نان خوردیم و نه خستگی را میفهمیم، فقط به خاطر از که پروردگار از ما خوش باشه، از شما خوش باشه و شما بفهمین که واقعا پول ما برای کسی میرسه که این برادرها و نیازمند است. خداوند پاک در میدان نشرمانتان تا دیدار دوباره. الله حافظ و نگهدارتان. شماره ما در لابلای برنامه میای زنگ بزنین، ما در خدمت هستیم. خداوند یار مددگارتان پیروز و کامگار باشه. ما سپاسگزاریم از جاوید جان اکبری و بابی جان که از لندن مبلغ 16500 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که مبلغ 8000 افغانی این کمک را به هر کدام این پیرمرد مبلغ 4000 افغانی را نقداً پرداخت نمودیم و مبلغ باقی مانده این کمک را در برنامه‌های آینده به نیازمندان اهدا خواهیم کرد. به هر قدم کامیابی پیروزی سرفرازی دنیا و آخرت نصیب کنه. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می‌کوبد از یقین دروازه‌های بسته تردید قهر.